حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني. سخن خوب نداری خاموش باش. گفتم خدایا چگونه آغاز کنم، گفت به نام من. گفتم خدایا چگونه آرام گیرم، گفت به یاد من. گفتم خدایا خیلی تنهایم، گفت تنهاتر از من. گفتم خدایا هیچ کس کنارم نمانده است، گفت بجز از من. گفتم خدایا از بعضی ها دلگیرم، گفت حتی از من. گفتم خدایا قلبم خالی است، گفت پر کن از عشق من. گفتم خدایا دستی نیاز دارم، گفت بگیر دستی من. گفتم با این همه مشکلی چی کنم، گفت توکل کن به من. گفتم احساس میکنم خیلی از تو دورم، گفت نه نزدیکترم به تو من. گفتم برای آرزوهایم چی کنم، گفت تلاش کن به امید من. گفتم چگونه از این دنیا دل بکنم و بروم، گفت به امید دیدار من. گفتم خدایا چرا اینقدر میگویی من، گفت چون که من از تو هستم و تو از من. ای دوستان من، با خدا باش و پادشاهی کن، به خدا باشی هر چی خواهی کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که در سه جایگاه خفتن روا نیست. اول به مجلس علم و ذکر، دوم بعد از نماز بامداد، سوم پیش از نماز خفتن. باز فرمودند که در سه جایگاه نظر کردن عبادت است. اول در مجلس، دوم در روی عالم، سوم در روی پدر و مادر و استاد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند چهار چیز را نگاه دارید. اول طاعت را از برای خدا بکنید، دوم راستی بکنید، سوم قوطی حلال به دست آرید، چهارم بر پادشاه ظالم سلام نکنید.